خیلی چیزای خفنی داره پسر. دیدم بچگیاشون خدای کاری ندارم خوشگله ولی این جمجمه گاوه. درود بر شما، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ بله رانندگی میکنه، منم باید یه توضیحاتی بدم. امروز قراره بریم کسی هایی؟ سلام. امروز قراره ما بریم قصگیله. توی دانمارک، البته بگم توی دانمارک بهتر، هر سال یه دونه نمایشگاه باز میشه به اسم دویاسکو، همون نمایشگاه حیوانات یا نمایش حیوانات. الان قراره با پنیله بریم. قبلش من یه چیزی به شما بگم. اگر این ویدیو دیدم، واقعا من اونجا رو دیدم خیلی بزرگ بود، یعنی اصلا عجیب و غریب بزرگه. احتمال داره اگه تا جایی که بتونم تو موقع ادیتش سعی میکنم یه پارتش کنم، ولی خب طولانی میشه اینجوری، فکر کنم 25 دقیقه اینا بشه چون خیلی بزرگه. ولی اگه نشد حالا 2 تا 12 دقیقه 10 دقیقه 12 دقیقهش میکنم که دیگه اذیتم نشه. ولی خب ما الان از خونه راه افتادیم داریم میریم سمت اونجا. خیلی جای باحالیه. امیدوارم تا آخر ویدیو رو نگاه کنید و از اینجا لذت ببرید. راستیتش من خودم وقتی اینجا رو دیدم، چند تا عکس ازش دیدم، خودم تا الان نرفتم. ولی خب از همه چی میاد، یعنی همه چی توش هست، از ماشین سنگین کشاورزی، از اسب سواری، از غذا خوردن، از نمایش، نمیدونم مسابقه، همه چی. بلیتش هم فکر کنم هم میتونید، میتونید نتی بخرید، یعنی از اینترنت بخرید، از سایتش، یا اینکه میتونید همینجا مستقیم کسی اومد حالا سالهای آینده نقدن پول میدید میرید داخل. فکر کنم اگر اشتباه نکنم 120 کرون 130 کرون باشه. اول اینکه بگم یعنی اینقدر شلوغه که پلیس هم اومده. نگاه کن ببینید چقدر ماشین اینجاست. خیلی بزرگه اینجا بچه‌ها، خیلی محوطه خیلی بزرگه. آقا یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من چند روز مریض بودم، یه ذره امروز حالم تازه بهتر شده. من یه ذره اخمام اینجوری تو همه و یه ذره چیزم ببخشید، چون من واقعیتش یکم مریض بودم، بی حال بودم. الان کل انرژیمو گذاشتم و اومدم دیگه. پنیلم داره میاد. خیلی هم اینجا بچه‌ها میگیرن میخوابن. نگاه کنید مثلا خانوادگی میان این کمپرها رو زدن، این کمپینگ‌ها رو چادر زدن میخوابن. اینم پارکینگ این محوطه است دیگه. کارتشو بذاره. با کم کرد. چقدر هنوز قیدی؟ 300 کرون شد. این هم ورودی اینجاست. های اینجا محوطه اینجاست، خیلی بزرگه. الان دیگه باید بریم بچلیم. این نقشه اینجاست بچه‌ها، من بهتون نشون بدم. مپ. Ja. Ja, så de der forskellige ting, ikke? Ja. Der kommer der dyr og alt muligt, der bliver vist frem. آره این نقشه اینجاست. این چیزایی که اسبا رو میذارن توش میچرخونن. دیدید دیگه توی این شهر معرا اینجا اسبی. بذار یه دقیقه من اینجا رو به شما نشون بدم داخلشو. مثلا یه نمونهشه. این اسبا رو میکنن تو، بعد میذارن تنگ ماشینشون، بعد میکشن اینور اونور میبرن. داخلش رو نگاه کنید. ولی این فکر کنم پشت باز میشه دیگه. باز یه چند تا نمونه دیگه است. دانمارکی‌ها به اینا میگن هستت خیلا. ایناش داخلشه. حالا این برای اون شخص یه ظرفشویی چیزام گذاشتن که نگاه کنید بخواب. اسبم میکنن این پشت. آقا ما 2 تا مسیر داریم الان. من یکیش اینجا میره برای حیوانات، یکیشم میره برای سمت اینور ماشین سنگینا و کامیونا. فوسفیسکت Du bestemmer. میگه تو تصمیم میگیری، ولی خود دروغ میگه، خودش تصمیم میگیره. میریم بالا. Du videochef. یعنی نرسیدیم صدای گاو و گوسفند. یا صداشو میاد. نگاه صداش داره میاد. داشتیم اینجا میرمادیم، بعد یه شرکتی که ماشین لیزینگ میکنه. حالا من یه دونه ویدیو در موردش براتون درست میکنم. یه دونه پورش گذاشته، یه دونه هم رنج روور اونجا، یه دونه هم آدیه. اینم شرکتشه. آقا یه چیز خیلی باحال اینجا داشت، گفتم بهتون نشون بدم. اوناش
نگاه کن یه بار دیگه بزن بهتون نشون بده. نگاه یه یخچال چیز سنگینی داشته باشی در پلا قشنگ میاره پایین میبره بالا بر. نگاه کن دنه مافین. این قسمت ماشینالات کشاورزی دارن. نگاه کن یه دونه نمونه هم گذاشتن اینجا. یه آقایی بچه‌شو گذاشته اینجا داره باش کار می‌کنه. باز همون تراکتور رو من نمیدونم دقیقاً کار این چیه واقعا، شاید دروغ بگم ولی خب تا جایی که میدونم فکر کنم مثلا این برای برف مرف باشه، برای خاک برداری. اونم اون یکی که اونجا میبینید اونم فکر کنم آتش قاب توش جابجا کنن، معمولا تو شرکت‌ها استفاده میکنن. این تراکتوری که میبینید برای 70 سال پیشه، یعنی 70 سال پیش اینو درست کردن ولی خب دیگه الان نوعاش اومده دیگه، جدیداش اومده. تراکتورها هم دیدید که اون پشت بود بهتون نشون بدم، من همین کمپانیه. یه چند تا هم اونور هست ایناش تا این آقا داره نگاه میکنید، اینم قدیمی فکر کنم بر 50 سال 60 سال پیش. نمایشگاه داره به نام میگن لیگو دانمارکی، حالا نمیدونم فارسی چی میشه. بعد کنترل میده بچه‌ها باهاش بازی میکنن. این آقا هست برای تست میکنن بچه‌ها با کنترل. دختر بچه هم دارم این کارو میکنه. باحال بود. این همون قدیمیاش بود، الان یه دونه بهتون نشون دادم. اصلا این سه تا نمونه دیگه است ولی این برای یه شرکت دیگه است. امیدوارم صدام بیاد دیگه اینجا. نگاه این بچه‌ها رو پول میدن بعد سوار میکنن دور اینجا رو میزنن. برای همین نمایندگی یا همین کمپانی همین تراکتوراست. با بچه رو سوار میکنه. نگاه باباش سوار شد، هم 140 کن فکر کنم بدن 130 کن. نگاه کن نگاهش دور میزنن. یه ذره خودمو نشون بدم. آقا خیلی هوا گرم بود دیگه، من مجبور شدم اینو در بیارم دیگه. یه دونه آستین حلقه‌ای تنم بود. من چون میین چرا خودمو نشون نمیدم، چون دستگاه روبروه، من باید پشت دوربین وایسم برای شما توضیح بدم بعضی چیزا رو. اینکه بخوام هی خودم اینجوری کنم این ویدیو قشنگ نمیشه. قشنگ براتون صفحه باز وایت فیلم میگیرم از پشت من براتون توضیح میدم. عشق من نیست. چه دودی میکنه نگاه. یا خدا. خب حالا ول کنید این بچه رو نگاه کنید داره میاد. بابا بنازمتون. آقا اینجا تراکتورهای چیزای سنگینی رو باید به زور بکشن. نگاه کن. خار مادر تراکتور هوا جلو چشش. خدا چه دودی میکنه اینجا. نگاه کن. Det er jo nok, hvis bare han vil op her, så kan han det godt. Nu til at Per. اینجا هم شرکت یا نمایندگی رنج روور حالا آوردن. قدیمیش هستش، نیمه جدید هست، جدیدش هست، خیلی جدیدش هست برقیش. این هم باز یه دونه کمپینگ مانند کمپری که توش حالا میخوابن و نمیم اتراق میکنن و ببینید این داخلشه. حالا میشه بالا خوابید، اینجا هم میشه خوابید و چیز خیلی جالبیه. من متولد 1366 هم. این ماشین 1360
2 سال قبلش 64 65 آره 2 سال قبلش که قبل اینکه من به دنیا اینو تولید کردن 2 سال بعد من به دنیا آمدم. نگاه کنید. این لیفترها که بچه‌ها ولی خب از نوع جدیدش نگاه کنید. خیلی چیزای خفنی داره پسر. یعنی بابا یه چیزی هم بگم، من اصلا برفرض مثلا این اصلا ساخت دانمارک نیست، دقیقا نمیدونم ساخت دانمارک یا نیست، ولی خب دارن وارد میکنن دیگه، هیچ مشکلی ندارن با هیچ جا. قشنگ میارن میدن دست مشتری، مشتری هم میبره حالشو میبره. یعنی اون دولته به فکر اون مردمه هست. می چی میگم؟ مثل ایران نیستش که نه ما آیفون نیاریم، آیفون آمریکاییه بعد هم استفاده میکنن، اینترنت نیاریم، اینترنت آمریکاییه، فلان چیزو نیاریم. مثل قضیه این بوینگایی بود که از آمریکا قرار شد بیارن، کلا 2 تاش آوردن. کلا این اصلا نمیخوان ایران پیشرفت کنه، یعنی یه کاری کردن که کلا از خاک و از آب و از همه چیز فلج کردن، مردمش که دیگه بماند سر جای خودش. اومدم تو یکی از این قسمتاش از این آقای پرسیدم، گفتم اینا برای کجاست؟ دانمارک درست میکنه یا برای، گفت نه اینا برای ژاپنه. یعنی شما این چیزی که میبینید ساخت ژاپنه، اون ساخت ژاپنه محوطه رو این چند تا جا رو، ولی بقیه‌اش رو نمیدونم. این ردیف کلا اون قرمزام هست اونجا میبینی، اونم برای ژاپنه. کلا خیلی قرقاتی اینجا به هم ریخته است به خدا. این آقای گفت این برای ژاپنه، اینم برای نروژ، این ساخت نروژ. کلا همه چی مخلوطه دیگه. از ماشین سنگین و اینجور چیزا بگذریم میرسیم به آقایان که نمیشه گفت آقایان چیه، دوستان خوک. این یه خوک نمیدونم نره یا ماده است، ولی اون بچه هاش نگاه کن. یه مشکلی که داره خیلی تو گلمل میرن، نمیدونم چرا خوششون از گلمل میاد کنم. بچگیاشون خدایی کاری ندارم خوشگله، ولی بزرگ میشن زشت میشن. Kan du se den der, ikke? Ja. Kan du se den tale, den er krøllet, så den er glad. Når den bare er lige, så den... اون دومش اینجوریه، دومش اینجوری چرخیده، اون خوشحال دومش اینجوری سیخ شده، بعد اون ناراحت عصبانی. Den er lige så glad som ejer. اینم یه اسب اینجا قسمت حیواناتش بود که اونور خوک بودیم هست، اون بازم هست اون الان میرم اونورم بهتون نشون میدم. چقدر بد دادم. این یه دونه گاو گذاشتن اینجا به حال اینی که مثلا شما دارید میدوشیدش. چیه داخلش؟ آبه. این دختر خانومه داره میدوشه اینو. اینگه اینجا دارن قصابی میکنن. آموزش قصابی. Den er altså faktisk først lavet af Zabune. muskel. Så den kan man også sagtens spise. Er det ikke rigtigt, Miranda? Vi spiser ikke Iran. Vi spiser Iran. Ja, den er til Danmark. آقا دانمارک هم زبون میخورم. Der er ikke så mange. زیاد نه. Ikke Så mig. dagen efter koger Nej, den er- mellem 2-3 timer og flår. خونه‌های تابستونی یا ساماهوس دارن. خب یه چیز خیلی خفن میتونن بگیرن اینجا. یعنی آب پر میکنید تابستونا قشنگ برای خودتون حالش میبرید. سونا هم داره. این سوناشه، ولی البته این برای خونه تابستونی ساماهوسه. یکی دیگه هم هست اونجاست. ببینید این نمایندگیش این. مثلا مادر پنیله میتونه یه دونه بخره بذاره تو ساماهوسش. Så tror jeg mere, Mutti skal have sådan en hytte. معلومه میگه اینم میشه بخره، ولی خب همون چیزی بود که بهتون نشون دادم دیگه. اونجا آدم بود نشد بریم تو، بذار یه بار دیگه خیلی چیز خفنی. Den er morflot. Ja, hvis du køber den i dag, ikke? Nu 50, ellers så 59. Ja. 60.000. Ja. الان اگه اینو همین الان بخرید 50,000 کرون، اگه فردا برید در مغازه بخرید 59,000 کرون. داشتم از اون ور می اومدم یه چیز جالب دیدم، یه لیوانایی هست اینجا. ببینید عکس خواننده‌های قدیمی و دهه مثلا حالا 60 و 70 اون موقع خودمونو
یه چیز جالبی که من اینجا دیدم عکس استالین رو گذاشتن اینجا. بعد نماد عشق و عاشقیه چی از این دیکتاتور بوده دیگه، چه کاریه. یاد این کیم جون جون یه چیز افتادم، کره جنوبی دختر بچه ها میان دورش حلقه میزنن بغلش میکنن اینا. دقیقا این بچه ها یه لحظه این لیوان یاد اون انداخت منو. آقا یه قسمتی هستش اینجا، بعد اونجا هم زده نگاه نوشته هلسو، نه ساعت هلسو یعنی 6:30. اون نه منظورش اینه کلا حیوانات دیگه، مثلا گاو و گوسفند و بز و بریم ما هم دیگه داخلش رو نگاه کنیم. این بچه ها میان. اوه شیرش در اومد دیدید؟ نگاه این جمجمه گاوه، این چی بهش میگن؟ پاشه، کفششه، چیه؟ اون داره، اون آقا خانومه داره توضیح میده کدوم قسمته. اینم که فشار میده ممه اینو شیرش میریزه، داره اعضای گاو به اینا یاد میده به این بچه ها، میگه این چیه اون چیه. دختر چه بانمک. چه اینا 4 هفتهشون یه ماه به دنیا آمدن. چه بامزه. میبین این قسمتی که میبینید چند نفر آدم نشستن، کسایی که گاو و گوسفند دارن تو خونه، بهشون مشاوره میدن که چجوری ازشون مراقبت کنید، چیکارشون کنید، چجوری بهشون غذا بدید، کی بدید. به درد اونایی که ساختمون دارن نمیخوره گاو و گوس هم تو خونهشون. خب یه بازی دارن به اسم کپ هست. این اسبای کوچیکو خب ور میدارن بچه‌هاشون، بعد میذارن به قول من رو گفتنی بین پاشون، بعد مثل اسب انگار سوار اسب شدن میدون از روی این مثلا مانه ها میپرن. یا اون بچه ها نگاه کنید دیگه، مانه هاش هم کوچیک داره، متوسط داره، بزرگ. این بچه ها نگاه کنید گذاشته بین پاش. آره اینجوری اصلا میدوید، بعد بازی میکنه بچه‌اش. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad dyrskuddet er her blandt andet. Men for eksempel her, der er der nogen, der har taget deres hest med. Den der for eksempel, ikke? Og så har de den inde i der, hvor vi så vognene gå rundt. Og så får de en præmie. Den her, den har fået ærespræmien. Den er meget god, meget smuk, meget flot. Så alle de her stalle, der er det folk, der har deres heste med. آقا ما اومدیم 3 تا پیتزا بگیریم ولی پیتزاش کوچیکه بچه. این پیتزایی که باید باشه نیست. چه خبره جنگی مگه هونفیه 180 کنه. این دستشو گذاشته به اسباب، ما یه جا پیدا کردیم بشیم. نه فکت. دلی ما آقا جاتون خالی، ولی من یه چیزی به شما بگم. ببین واقعیتش رو بخواید، آقا این موقعی هم هست که گرمه، بچه هم بیارید گریه میکنه، حالا غیر از هزینه و وقته، میاد گریه میکنه، شلوغ، گرد و خاکه. بهترین راهش همینه، همین ویدیو رو برای بچه هاتون بذارید در موقع دوست داشتن دیگه، خودتون هم اذیت نکنید تا اینجا نهید. خب بچه ها دیگه ما کم کم بریم، اینم بخوریم و ما هم بریم خونه. دمتون گرم که بودید، خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید و خداحافظ. و دیگه چند تا ویدیو هم ما دیدید دیگه، اگه دوست داشتید دانمارک رو بیشتر ببینی کانال هم سابسکرایب کنید. کانال جدید زدیم، نیاز به یه ذره حمایت داریم. ویدیو میذاریم برای شما، چون یه وقتایی سرگرم شید، یه وقتایی حوصله ندارید بشینید پای تلویزیون، یه قسمت یه گوشه از دانمارک رو بهتون نشون بدیم. همین. Så vil jeg også sige tak for i dag.
på Roskilde Dyrskue. Ja. Det er meget varmt, mange mennesker. خیلی گرم و خیلی آدم var det. Men hyggeligt nok. Så ja, husk at like og subscribe og kommentere gerne. Like konit, ikke? Er det ikke sådan? Like konit, subscribe konit. Hvad man kommenterer, det er det. Comment بنویسید. Comment, بنویسید. binivisi. Okay, husk det. شاکریم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Godaftes. خداحافظ.